در تاریخ 28 سپتامبر 2002 مایک هیوز 46 ساله ساکن آمریکا رکوردی عجیب و غیر معمول را در جهان شکست. او راننده لیموزین بود و از همین خودرو برای انجام یک پرش بلند استفاده کرد. پرشی به طول تقریباً 40 متر. پریدن با خودرویی به وزن 3 تن در چنین مسافتی رکورد جهانی بلندترین پرش با لیموزین از روی رمپ را برایش به ثبت رساند. اما ماجرا برای مایک به همینجا ختم نمی شود. 12 سال بعد در سال 2014 او با استفاده از راکتی که خودش در گاراژ خانه‌اش ساخته بود پرواز کرد، یا بهتر است بگوییم پرتاب شد، و وقتی راکتش سقوط کرد مایک زخمی شد اما هنوز راضی نبود. در سال 2016 او از نقشه جدیدش پرده برداشت، اینکه میخواست از مرز جو زمین عبور کرده و به فضا برود. در آمریکا مردم او را با لقب مد مایک میشناختند، چون فقط یک دیوانه ممکن بود سراغ چنین نمایش‌های مرگباری برود. برای اجرای مأموریت جدیدش مایک به پول نیاز داشت، مبلغی سنگین، چیزی بیش از $100,000. به همین دلیل سراغ کیک استارتر رفت و از مردم خواست از رویای دیوانه‌وارش حمایت کنند. And actually Kickstarter campaign. And what we're going to do is we're going to try to break my record. اما برخلاف انتظار هیچ کس جدیش نگرفت و تنها 2 نفر حاضر شدند کمک مالی کنند و در مجموع فقط $310 جمع شد. اما مدتی بعد مایک جمله‌ای گفت که ورق را کاملا برگرداند. صحبتی که باعث شد ناگهان هزاران دلار کمک مالی به سمتش سرازیر شود. او اعلام کرد که به علم مدرن اعتقادی ندارد و تنها چیزی را باور می کند که با چشمان خودش ببیند. مایک ادعا کرد هدف واقعیش از این مأموریت رفتن به فضا و بررسی یک سوال بزرگ است، اینکه واقعا زمین گرد است یا نه. I believe the world is a different shape than what we were taught in those programming centers, which is called public school system. Now the edge, which keeps all the oceans in, is a 150-foot ice wall, which is Antarctica. این حرفا توجه طرفداران نظریه زمین تخت را جلب کرد. مایک گفت که خودش هم به این نظریه کاملا باور دارد. Yesterday, the sun and the moon was in the sky here at the same time, which is not possible. In my belief, on a globe. I don't believe anyone can convince me the world is round because they have no proof. شاید با خودتون فکر کنید واقعا این همه آدم در دنیا هستند که باور دارن زمین کروی نیست؟ پاسخ متاسفانه مثبت است. And the earth is flat. The earth is flat. My reality, my senses tell me that the earth is flat and stationary. Their earth is indisputably not round. به این نظرسنجی از سال 2021 توجه کنید. حدود 10% از جمعیت آمریکا واقعا باور دارند که زمین تخت است، نه گرد. اگر آمار را بر اساس گروه‌های سنی بررسی کنیم، نسل جدید یعنی زد به نسبت بیشتری به این باور گرایش دارند. اما این نظریه توطئه فقط به آمریکا محدود نیست. در بریتانیا حدود 3% مردم زمین را تخت می‌دانند. در برزیل حدود 7%، در بلغارستان 8% و در تونس یک دانشجوی دکترا در رشته زمینشناسی حتی تلاش کرد پایان نامه‌ای درباره تخت بودن زمین ارائه کند. یعنی حتی برخی از افراد تحصیل کرده هم به چنین باورهای غلطی باور دارند. در این ویدیو می‌خواهیم نظریه زمین تخت را به صورت دقیق بررسی کنیم. از دید آنها زمین چه شکلی است و چه پرسش‌های مشهوری پیرامون این نظریه وجود دارد. آیا در کتاب‌های دینی مانند انجیل یا قرآن اشاره‌ای به این موضوع شده و چرا برخی افراد چنین باوری را جدی می‌گیرند؟ به جعبه سیاه خوش آمدید. امروزه با وجود اینترنت گسترده، صدها هواپیما و فضاپیما راه‌های بیشماری برای اثبات کروی بودن زمین وجود دارد. اما نکته جالب اینجاست، هزاران سال پیش بدون هیچ کدام از این امکانات مدرن، انسان‌ها به این واقعیت پی برده بودند. در حدود سال 500 پیش از میلاد، فیلسوف یونانی فیثاغورس با نگاه به خورشید و ماه متوجه کروی بودن آنها شد و بر پایه همین مشاهده ساده حدس زد که اگر آنها گرد هستند، احتمالاً زمین هم باید کروی باشد. سپس در حدود سال 350 پیش از میلاد ارسطو وارد میدان شد.
او هنگام خسوف متوجه شد که سایه زمین روی ماه همیشه به صورت دایره‌ای و خمیده میافتد. در کنار این به نکته دیگری هم دقت کرد. وقتی کشتی‌ها در افق دریا به سمت خشکی حرکت می‌کنند، ابتدا دکل‌ها و بخش‌های بالاییشان دیده می‌شود، سپس وسط کشتی و در نهایت قسمت پایینی. همین پدیده ساده برای ارسطو نشانه‌ای بود از انحنای زمین و اینکه زمین باید گرد باشد. سپس در سال 200 پیش از میلاد اراتوستن وارد صحنه شد. او چند تکه چوب را در زمین فرو کرد و سایه‌شان را در ظهر اندازه گرفت. یکی از چوب‌ها را در همان مکان نگه داشت و دیگری را حدود 1 کیلومتر دورتر قرار داد. با مقایسه سایه‌ها متوجه اختلافی میان آنها شد. بر همین اساس محاسباتی انجام داد و تخمین زد که محیط زمین چیزی بین 37500 تا 50000 کیلومتر است و بعدها فهمیدیم که عدد واقعی 40075 کیلومتر است. تا قرن 17 زمانی که آیزاک نیوتن به صحنه آمد، کروی بودن زمین دیگر یک حقیقت پذیرفته شده بود و کسی در آن تردیدی نداشت. اما در سال 1865 مردی به نام ساموئل روبوسهام وارد ماجرا شد. او کتابی نوشت با عنوان نجوم زتتیک، زمین یک کره نیست. این کتاب امروزه یکی از منابع کلاسیک و مهم در میان طرفداران نظریه زمین تخت به حساب می آید. بیایید به برخی از استدلال‌های اصلی ساموئل در این کتاب نگاهی بیاندازیم. او میگفت هر بار که به دریا میرفت و به افق نگاه میکرد، سطح افق کاملا صاف به نظر میرسید. به گفته او اگر زمین واقعا گرد بود، افق باید خمیده دیده میشد، نه صاف. او همچنین اشاره میکند که سطح دریاچه‌ها و اقیانوس‌ها هم صاف است، نه منحنی، و روی زمین هیچ نشانه‌ای از خمیدگی دیده نمیشود و همین را دلیلی برای تخت بودن زمین میدانست. ساموئل این رویکرد را زتتیک نامگذاری کرد، یعنی تنها چیزهایی را باید باور کرد که با چشم بتوان دید. او نظریه‌ای تازه مطرح کرد و مدعی شد که زمین چنین شکلی دارد: سطحی تخت با قطب شمال در مرکز آن. در لبه‌های این زمین دیواره‌های بلندی از یخ، یعنی کوه‌های یخی آنتارکتیکا قرار دارند و به گفته او اگر کسی از این دیواره‌های یخی عبور کند، از لبه زمین سقوط خواهد کرد. البته برخی دیگر از طرفداران نظریه زمین تخت به نسخه‌ای متفاوت‌تر از این باور معتقدند. آنها ادعا می‌کنند که کوه‌های یخی آنتارکتیکا پایانی نداشته و تا بی‌نهایت ادامه پیدا می‌کنند. اما در این نظریه تکلیف خورشید و ماه چه می‌شود و شب و روز چگونه به وجود می‌آیند؟ طرفداران زمین تخت مدلی جالب برای این موضوع ارائه کردند. طبق باور آنها خورشید و ماه در مسیری دایره‌ای شکل بالای زمین حرکت می‌کنند و نور آنها مثل نور یک پروژکتور فقط بخشی مشخص از زمین را روشن می‌کند. بر اساس مدل جدیدی که جامعه زمین تخت باوران در آمریکا ارائه دادند، خورشید و ماه هر کدام تنها 50 کیلومتر قطر دارند و در ارتفاعی حدود 5500 کیلومتری از سطح زمین در حال چرخشند. این در حالی است که در واقعیت خورشید حدود 150 میلیون کیلومتر و ماه حدود 400,000 کیلومتر از زمین فاصله دارند. در این نظریه مسیر حرکت خورشید و ماه به شکلی ترسیم شده که بتواند تابستان و زمستان را توجیه کند. برگردیم به ساموئل. او تنها فردی نبود که در آن دوران چنین باورهایی داشت. در اواخر قرن 19 جنبش مدرن زمین تخت شکل گرفت. در سال 1885 کتاب مشهور دیگری منتشر شد با عنوان 100 دلیل برای اینکه زمین یک کره نیست، نوشته ویلیام کارپنتر. از همان ابتدا این افراد تلاش کردند باورهای بی اساس خود را با تکیه بر مذهب و دین توجیه کنند. مثلا برای این کار شروع به تفسیر نادرست و هدفمند آیات انجیل کردند. در کتاب مکاشفه فصل 7 آیه 1 آمده: سپس دیدم 4 فرشته در 4 گوشه زمین ایستادند و بادهای 4گانه را نگه می‌دارند. این تعبیر به راحتی می‌تواند معنایی نمادین داشته باشد، درست مانند وقتی که ما می‌گوییم 4 گوشه جهان، بیان که واقعاً منظورمان وجود گوشه‌های فیزیکی روی زمین باشد. اما آنها این جمله را به صورت لفظی تفسیر کرده
و مدعی شدند چون در انجیل از 4 گوشه زمین سخن گفته شده، پس زمین باید مربع یا مستطیلی باشد. به این نقشه مربوط به سال 1893 توجه کنید. در این تصویر زمین به صورت مربعی شکل نشان داده شده و در هر گوشه آن یک فرشته قرار دارد. به همین ترتیب در سفر پیدایش فصل 1 آیه 6 آمده و خدا گفت باشد فلکی در میان آبها تا آبها را از آبها جدا سازد. زمین تختگرایان ادعا می کنند که منظور از آبهای بالا همان آسمان است و آبهای پایین به اقیانوس‌ها اشاره دارد و آن فلک گنبدی است که این دو را از هم جدا می کند. بر همین اساس در مدل آنها زمین تخت است و یک گنبد شفاف آن را در بر گرفته. امروز حدود 70% از طرفداران نظریه زمین تخت به این نظریه گنبدی نیز باور دارند و در نگاه آنها شکل واقعی زمین چیزی شبیه به همین مدل است. آنها در مورد آیات قرآنی نیز نظری کاملا مشابه دارند. در سوره نوح آیه 19 آمده و خداوند زمین را برای شما چون فرشی گسترده قرار داد. طرفداران این دیدگاه میگویند فرش گسترده یعنی زمینی کاملا تخت، اما مفسران قرآن بر این باورند که گسترده به معنای وسعت، دسترسی پذیری و گسترش در همه جهات است، نه تخت بودن. به باور این افراد اگر به لوگوی سازمان ملل متحد نگاه کنید در آن تصویر زمین تخت را خواهید دید. اما چگونه باید به این افراد گفت که این طراحی بر اساس پروژکشن آزیموتال ساخته شده که یکی از انواع نقشه‌های مسطح برای نمایش کره زمین است؟ هدف از این نوع طراحی نمایش بی‌طرفانه تمام کشورهای عضو از دیدی مرکزی یعنی قطب شمال است. این نوع نقشه‌ها معمولاً برای مقاصد دیپلماتیک یا ارتباطات بین‌المللی استفاده می‌شوند، چون هیچ کشور خاصی در مرکز توجه قرار نمیگیرد. Everybody here can agree on absolutely one thing, which is it is not a globe. 1, 2, 3. حالا بیایید به ذهنیت این افراد بپردازیم. چرا برخی افراد نظریه‌های بی‌پایه و نادرست را باور می‌کنند؟ پاسخ در 4 دلیل اصلی خلاصه می‌شود. اولین دلیل راحت طلبی ذهنی است. توضیحاتی که ساده و قابل فهم به نظر برسند برای بسیاری از افراد قابل قبول ترند. چرا؟ چون فهمشان آسان است و نیاز به تلاش ذهنی زیادی ندارند. فرض کنید درباره پدیده گرمایش جهانی صحبت می‌کنیم. از یک سو کسی برای شما با داده‌ها، نمودارها و تحلیل علمی توضیح می‌دهد که چگونه سطح دی اکسید کربن طی سالها افزایش یافته و باعث بالا رفتن دمای زمین شده و از سوی دیگر فردی تنها به شما میگوید امروز یکی از سردترین روزهای 5 سال اخیر است، پس گرمایش جهانی دروغی بیش نیست. به نظر شما کدام توضیح برای عموم مردم قابل پذیرش‌تر است؟ دومین دلیل شواهد یا قضاوت غریزی است. چیزهایی که در نگاه اول درست به نظر میرسند صرفاً به دلیل احساس درونی یا حس ششم بیشتر مورد باور قرار میگیرند. در مورد نظریه زمین تخت بسیاری از افراد تصور میکنند نیازی به فکر کردن درباره جاذبه، ریاضی یا علم نیست. آنها فقط به چیزهایی باور دارند که بتوانند با چشم ببینند و وقتی به اطراف نگاه میکنند و زمینی صاف را میبینند نتیجه میگیرند که کل زمین نیز باید تخت باشد، در حالی که واقعیت این است زمین آنقدر بزرگ است که انحنای آن با چشم انسان از سطح زمین به راحتی قابل تشخیص نیست. اما زمین تختگرایان میگویند چون میتوانند ساختمانهای دوردست را ببینند پس زمین باید صاف باشد. برای آنها حس درونی و مشاهدات روزمره معتبرتر از داده‌های علمی است و در اینجا یک پدیده روانشناختی نیز نقش دارد. اثر دانینگ کروگر، یعنی افرادی که دانش کمی دارند معمولاً بیش از حد به توانایی‌های خود اعتماد دارند و همین تعصب مانع از پذیرش واقعیت می شود که در این نمودار کاملاً توضیح داده شده. قبل از آنکه ساموئل در سال 1865 کتابش را برای اثبات نظریه زمین تخت منتشر کند، در سال 1838 آزمایشی انجام داد. در بریتانیا رودخانه‌ای به نام اولد بدفورد وجود دارد. رودخانه‌ای کوچک اما با مسیری نسبتاً مستقیم.
ساموئل وارد این رودخانه شد و پرچمی به ارتفاع 90 سانتی متر را روی یک قایق نصب کرد. سپس در انتهای مسیر تلسکوپی را در ارتفاع 20 سانتی متری از سطح آب قرار داد و پشت آن نشست. او استدلال کرد که اگر زمین واقعاً گرد باشد، بعد از مدتی دیگر نباید بتواند پرچم را ببیند. اما مسیر قایق را تا حدود 10 کیلومتر دنبال کرد و متوجه شد که همچنان پرچم قابل مشاهده بود. این هم طرح ساده است که بر اساس آن به این نتیجه رسید. در نگاه اول توضیح ساموئل ممکن است منطقی به نظر برسد، اما او بر پایه راحت طلبی ذهنی و شهود قضاوت کرد و پدیده‌ای پیچیده به نام شکست نور را نادیده گرفت. در واقعیت دلیل اینکه او همچنان میتوانست پرچم را ببیند انکسار نور بود. همانطور که در مدرسه آموخته ایم، وقتی نور از لایه‌ای با دمایی خاص وارد لایه‌ای با دمایی متفاوت می شود، مثلا از هوای گرم به هوای سرد، مسیر آن خم می شود. در حقیقت او نه خود پرچم بلکه بازتابی از آن را می دید، چیزی شبیه به سراب. 5 سال پس از انتشار کتاب ساموئل، فرد دیگری به نام جان همدن که او هم از طرفداران نظریه زمین تخت بود، در سال 1870 یک چالش عمومی مطرح کرد. هر کسی که بتواند آزمایش ساموئل را رد کند 500 پوند جایزه خواهد گرفت. آلفرد والز، زیستشناس مشهور آن دوران، این چالش را پذیرفت و آزمایشی مستقل طراحی کرد تا ادعای ساموئل را رد کند. او به همان رودخانه رفت و یک نوار سیاه رنگ را در ارتفاع 4 متری از سطح آب روی پلی در آن منطقه نصب کرد. سپس به فاصله 10 کیلومتری از پل رفت و از آنجا با تلسکوپ به پل نگاه کرد. اما این بار برای حذف اثر شکست نور در میانه مسیر، یعنی در فاصله 5 کیلومتری، میله‌ای با 2 دیسک، یکی در ارتفاع 4 متر و دیگری در ارتفاع 2.7 متر نصب کرد. در مدل زمین تخت این دیسک بالایی در خط دید تلسکوپ قرار می گرفت و باید نوار سیاه را می پوشاند. اما در عمل والز چیزی کاملا متفاوت دید. نوار سیاه دیده می شد و هر دو دیسک نیز بالاتر از آن قرار داشتند. این وضعیت تنها در صورتی ممکن بود که سطح زمین خمیده باشد. در نتیجه دیاگرام واقعی چنین شکلی داشت. هر دو دیسک روی میله میانی بالاتر از نوار سیاه قرار گرفته بودند. این نخستین تصویری بود که از زمین گرفته شد در 24 اکتبر 1946. در آن زمان آمریکا راکتی زیرمداری به ارتفاع 104 کیلومتری زمین پرتاب و این تصاویر را ثبت کرد. حدود 20 سال بعد در 3 می 1966 تصویری دیگر ثبت شد. این بار توسط یک ماهواره مخابراتی متعلق به اتحاد جماهیر شوروی. دو کشوری که در اوج جنگ سرد دشمن یکدیگر بودند، حالا باید بر سر یک توطئه بزرگ به توافق رسیده باشند، تنها برای اینکه زمین را گرد نشان دهند. شاید از دید ما چنین چیزی کاملا غیر منطقی و بی‌معنا باشد، اما اگر از زمین تختگرایان بپرسید، آنها این باور را دارند. در نگاه آنها راکت هایی که از سوی این آژانس های فضایی پرتاب شده در واقع موشک های هسته‌ای بودند که هدفشان شکستن گنبد زمین بوده است. Both sent up rockets high enough to take decent pictures, and what they saw scared them a great deal. How do we know they were extremely concerned about the sky? Because the US and Russia immediately started firing nuclear weapons straight up, and they kept firing for the next 4 years. در آخر ویدیو بیایید به داستان مایک دیوانه برگردیم. او با استفاده از نام نظریه زمین تخت در کمپینش توانست حدود $8,500 برای اجرای نمایش خود جمع‌آوری کند. در سال 2018 موفق شد با راکت دستساز خود تا ارتفاعی در حدود 580 متر بالا برود و این بار به آرامی با چتر نجات فرود آمد. مایک مرحله به مرحله به هدفش نزدیکتر میشد، اما پرواز بعدیش در 22 فوریه 2020 با آخرین پرواز او تبدیل شد. در همان لحظه‌ای که راکت را به هوا پرتاب کرد، چتر نجات پاره شد. وقتی راکت به اوج رسید و شروع به سقوط کرد، مایک درون آن گرفتار شده و به شکلی دردناک جان باخت. اما پس از مرگ او حقیقتی روشن شد. او هرگز به نظریه زمین تخت باور نداشت. مایک فقط یک بدلکار بود که می‌خواست رکوردهای قبلی خودش را بشکند. به زبان ساده او خودش را زمین تختگرا معرفی کرده تا بتواند از این افراد پول جمع
جمع کند و کاملا موفق هم شد. پس آیا واقعا برای گمراه کردن چنین افرادی از طریق سوء استفاده از تعصباتشان به چیزهای پیچیده